دل علیف برایتان نکرده نکنه هیچ کاری برایتون تعهد میسپارم. من دستم که از بالای قرآن ماندم که در اینجا الله است. من آدم مسلمان هستم، دینگرا هستم. بسم الله الرحمن الرحیم به این باور دارم. من دستم بالای بسم الله الرحمن الرحیم تعهد برایتان میسپارم که از هویتتان، زبانتان، فرهنگتان، تاریختان تا روز قیامت دفاع میکنم. این قسم است. من 29 سال پیش در دانشگاه اسلامی لیبیا قسم خوردم که تا زنده هستم وفادار بودیم. در 29 سال آلا باز تجدید میکنم اون وفا را من تجدید میکنم بچه ها و دخترها، که شما بفهمین که من یک انقلابی و یک آدم کنشگرم هستم. من بسم الله الرحمن الرحیم برای من خودم، من یک مولوی هستم، من یک آدم دینی هستم، من دینی میاندیشم، این که ریش ندارم، لنگی ندارم، بس علایده است. من مذهب من حنفی است بچه ها، باید داشته باشه. من یک مسلمان افراطی هم هستم نمیگم، من یک تاجیک فاشیست هستم نمیگم، من یک پارسیگرای فاشیست هستم نمیگم، هستم دیگه نمیگم، چون من رزقم دین نبوده، ولی من این باور قسم خوردم